به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب و روزتون پر از انرژی مثبت باشه. امروز میخوام 4 قانون اول عشق شمس تبریزی رو باهاتون به اشتراک بگذارم، پس با من همراه باشین. قانون اول: طوری که ما خدا را مینگریم انعکاس مستقیمی است از اینکه ما چگونه خود را میبینیم. اگر خدا برای ما مظهری از ترس و سرزنش است، پس درون خود ما هم ترسی فراوان در جریان است. اگر ما خدا را سرشار از عشق و عطوفت ببینیم، پس حتما درون ما هم لبریز از عشق و مهربانی است. قانون دوم: مسیر رسیدن به حقیقت کار دل است، نه عقل. دلت را راهنما قرار بده، نه عقلت را. ملاقات کن، مبارزه کن و آنگاه با دلت بر نفس چیره خواهی شد. ابتدا خود را بشناس تا خدایت را بشناسی. قانون سوم: تو می توانی خداوند را در تمام خلایق عالم هستی ببینی. خداوند در مسجد و کلیسا نیست، اما اگر بخواهی بدانی او دقیقاً کجاست، فقط باید در دل عاشقان راستین پیدا کنی. هیچ کس بعد از دیدن او زندگی نکرده است، درست مثل کسانی که بعد از ملاقات با او نمردند. هر کسی او را بیابد تا ابد همراه او خواهد بود. قانون چهارم: عشق و عقل 2 فرایند متفاوت هستند. عقل انسان را در هم گره میزند و اجازه هیچ خطری را به او نمیدهد، اما عشق حلال مشکلات است و دل را به دریا میزند. عقل همیشه هشدار میدهد و نصیحت میکند و میگوید مراقب باش که از خود بی خود نشوی، در حالی که عشق میگوید اصلا مهم نیست، در همه چیز غرق شو و فراموش کن. عقل به سادگی در هم نمی شکند، اما عشق به راحتی به تلی از خاک بدل می شود. اما نباید فراموش کرد که گنج ها در بین ویرانه ها پنهان شده اند. یک دل شکسته گنج هایی را در خود پنهان کرده است.